اگه سرنوشت دو نفر تو تقدیر همدیگه نوشته شده باشه حتما یه روز همو ملاقات میکنن. ببرینش اتاق معالجه. بله خانم دکتر. پاشو. هی با تو هم من. اون پاتم از دو ریز بردار. برو خانم مدیر منتظرته. بدو. بدو. ایلو لردم. فقط همین؟ با این میخوای وجدانتو راحت کنی؟ چون اون یه جاییه که درد و حس نمیکنه. دیوونه شدی مادر جون؟ حالا که نمیری مدرسه باید پاشی کمکم کنی. باید کلی دوما دیشب من دانش آموز شما نبودم، شما معلم من نبودی. خب نتیجه؟ خب چه دوستت باشه چه دشمنت، هیچ وقت در آغاز نمیتونی تصور کنی که اون شخص چطوری عوض میشه.